با سلام خدمت شما عزیزان دل، امیدوارم که حالتون خوب باشه و در پناه قرآن باشید. سلام به قلب‌های روشن، سلام به قلب‌های نورانی. امروز ویدئویی که خواستیم برای شما پر کنیم در مورد این بوده که کسانی سوال میکردن یا حس میکردن که یک ملک نورانی یا یک فرشته رحمانی دور برشونه، یعنی اینو حس میکردن. حالا ما چجوری متوجه بشیم که واقعا یک نوری دور بر ما هست، واقعا یک فرشته نوری موکلی دور بر ما هست؟ اگر یه مدت احساس کردی که یکی داره بی صدا مراقبتت میکنه، یکی که نمیبینیش ولی حسش میکنی، این ویدیویی که درست کردم مخصوص توه و تا آخر ویدیو همراه ما باش. میخوام از 10 تا نشونه بگم که ثابت میکنه موکل رحمانی داره کنارت کار میکنه، داره محافظتت میکنه، داره راهو برات باز میکنه. اولین نشونه اون آرامش ناگهانی وسط استرسه. وقتی یهو حس میکنی همه چی درست میشه بدون دلیل، اون صدای اونه، از درون تو داره باهات صحبت میکنه، یعنی این یکی از نشانه هاشه. دومین نشونه بوی خوش بی دلیله. یا مثلا داری مطالعه میکنی، داری کاراتو انجام میدی، داری با کامپیوتر کار میکنی، با لپتاپ کار میکنی، یا حس میکنی که یک بوی خوش بی دلیل، یه بوی گل یا یک بوی عود که از هیچ جا نمیاد، اون حضور اون موکل رحمانی در محیط توه. متوجه میشین چی میگم؟ سومین نشونه دیدن عددهای تکراریه، یعنی 11 11 10 و 10 9 و 9 یا 12 2 0. اینها عددهای آینه‌ای هستند و کد ارتباطی بین تو و اون موکله. چهارمیش، البته راجع به این اعداد من توضیح دادم و یک زمانی رو اختصاص میدم به این که بگم این اعداد هر کدوم چه معنی داره. مثلا اگر بسیار عدد 11 11 رو میبینید چه معنی داره؟ اگه عدد 12 2 0 رو میبینید، یعنی ساعت 12 ظهر، چه معنی داره اگر زیاد میبینید؟ حالا این بگذاریم. چهارمین، نوری که در خواب یا بیداری میبینی به صورت سفید یا طلایی، اون فقط نور نیست، حضوره. حضور یک موجودیه که داره از تو حفاظت میکنه یا کمکت میکنه. متوجه میشی میگم؟ پنجمین، نجات از خطر یا تصادف. وقتی حس کردی یه نیروی نامرئی نگهت داشته، بله اون خودشه. خیلی برای من این اتفاق پیش اومده، جایی که نزدیک بوده پام بشکنه و حس کردم الان پام شکست، ولی هیچ اتفاق، حتی خراش هم بر نداشتم. خیلی این اتفاق برای خود من بسیار میفته و اگر این اتفاق براتون بسیار میفته، بدون که موکلت از نوع حفاظتیه، یعنی فقط حفاظت میکنه از تو، مواظبته که کسی به تو آسیب نزنه، بیشتر حفاظتی، حالت بادیگارد داره. ششمیش، خوابهایی که بهت مسیر رو نشون میدن یا کسی اسم تو صدا میزنه، اونا فقط خواب نیستن، پیامن، نورن، نشانن، هشدارن. هفتمین، بعد از ذکر یا دعا انرژی شدید یا گرمای بدن تو حس میکنی، یعنی گرما و انرژی تو بالا پایین میشه، یعنی مدار ارتباط بینتون باز میشه. هشتمین، پرنده، پروانه یا نشونه‌ای که از طبیعت که تکرار میشه. ببینید معمولا موکلا از نشونه‌های طبیعی استفاده میکنن برای ارتباط، حتی گربه، حتی سگ، حتی یه پرنده که میاد پشت پنجره. متوجه میشین؟ نهمین، حس حضور پشت سرت یا لمس لطیف شونت. نترس، اون محافظ رحمانیه. این اتفاق خیلی برای من موقع نماز پیش میاد، یعنی حس میکنم یک کسی پشت سرم وایساده. اون موقع که خیلی بچه سالتر بودم، دست خودم نبود، برمیگشتم نگاه میکردم و اینجوری نمازم میشکست، دوباره مجبور میشدم انجام بدم و این سخت بود، ولی الان دیگه نه، دیگه میدونم چیه. و نهمیش که گفتم بهتون حس حضور پشت سر بود. دهمی،
اتفاقات همزمان و معجزه گونه. یعنی وقتی نیت میکنی و همون روز باز میشه راه شما، اون نشونه فعال بودنش. یعنی یه چیز نیت میکنی، همون روز اون اتفاق خوب برات میافته، همون روز اون اتفاق درست میشه. اگر یکی از این نشونه ها رو تجربه کردی، بدون که تنها نیستی و نیروی رحمانی همیشه داره ازت مراقبت میکنه. اگه حسش کردی لایک کن و سابسکرایب یادت نره، چون اینجا دنیای انرژی های نور هستش. ما کانال اینستام داریم، کانال تلگراممونم @مومنی 9790 هست. اگر خواستین واتساپ پیام بدین، لینکشو براتون بچه ها میفرستن. در پناه نور باشید. خدا نگهدار.